آباد زیبا و تازگی گرد و اطراف محله‌های اهالینشین با در نظر داشت حفظ طبیعت ناتکرار ولایت مختار کوهستان بدخشان همه ساله از جانب کارمندان ریاست حفظ محیط زیست و دیگر طبقه‌های اهالی شهر و ولایت چاره‌بینی‌های مختلف تازگی محل گذرانده می‌شود. به مناسبت روز عمومی جهانی حفظ طبیعت همه ساله عکس و چاره‌بینی‌های گوناگون پیاده می‌گردند که به وسیله آنها فرهنگ طبیعت دوستی در بین اهالی تشویق و ترغیب کرده می‌شود. ریاست حفظ محیط زیست در همکاری با اگنتی آقاخان عاید به مکان زیست با جلب 300 نفر کارمندان قشرهای گوناگون جامعه، رضاکاران، دانشجویان کالج طبی بهره تازه نمودن گرد و اطراف انشاءات داخلی شهر، ساحل دریا و کانال و جویبارها سفر برگردیدند. مقصد جمع شدن ما در این روز حفظ محیط جهانی از آن عبارت است که ما باید در شهر خاروق 22 گروه پاسخدهی با حالت‌های فوق‌العاده داریم. این گروه ها امروز سهم خود را در آباد تازه نمودن شهر خاروق میگذارند. مدیر شعبه حفظ محیط زیست شهر خاروق و نمایندگان اگنتی آقاخان عاید به مکان زیست برای سهمگذاری نمودن طبقه‌های گوناگون جامعه در تازگی مرکز ولایت و دستاندرکاران اظهار تشکر بیان نمودند. قید کرده شد که حدود معین شده ساحل دریای غون که از مرکز ولایت شهر خاروق می‌گذرد، اطراف پل‌های ماشین‌گذار حدود شهر نیز از اخلاط پاره تازه کرده شد. حدود از 500 نفر به شهر برآمده امروز در تمام کوچه‌های شهر خاروق وابسته به مسئله کار کرده استودند و ساحل دریای غون محله‌ها را از پرتابات توزیع کرده استودند که در آینده به یک درس برای دیگران میشه که حدود خود مخصوصا ساحل دریاها کوچه و پس کوچه های شهر خاروق را بود از پرتابات توزیع نگاه دارند. گفته شد که به خاطر در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان حشرهای دست جمعانه جریان دارند. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ولایت روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته حشرهای دست جمعانه گذرانده میشوند. تازه‌کنی گرد و اطراف محله‌های استقامتی، جویبارهای قد راههای ماشینگر، تازگی ساحل دریا از وظیفه‌های اولین درجه حشرچیان حسابیده شد. اگنتی آقاخان به مکان زیست امروز به این مرکه که در تمام جهان گذرانده می شود در همکاری زیش با مقامات اجرایی محلی شهر خاروق، کمیته حفظ محیط زیست ولایت مختار کوهستان بدخشان، رضاکاران جمعیتی شهر خاروق و دیگر ساکنان شهر خاروق یعنی که مرکه تازه‌کنی رو در موضوعات مختلف شهر خاروق ولایت مختار کوهستان و بدخشان به عمل می آورد و ما هر یک فرد رو برای حفظ محیط زیست از تنزل و حفظ احیای طبیعت زیبای ما و اکوسیستم ما دعوت میکنیم، چون که آینده ما و نسل نورس ما از یک فرد وابسته است. این چهاره‌بینی در شهر خاروق امروز در دوره برنامه استواری شهر خاروق و تشبث دفتر سبز یا اینکه جای کار سبز اگنتی آقاخان به مکان زیست گذرانده می شود. برگزار کنندگان این همایش قید داشتند که تازگی گره و سلامتی بوده با گرم شدن باد و هوا پیدایش هر گونه کسلی‌های سرایتی از احتمال دور نیست. در برابر کارمندان هر یک اداره و مؤسسه ها از شهروندان شهر خاروق نیز تقاضا کرده می شود که به تازه نمودن گرد و اطراف از هر گونه پرتوها، جویبارهای قد راههای ماشینگر بی‌طرفی ظاهر ننمایند. همه ساله در تمام جهان 5 ایون روز حفظ محیط اطراف یعنی که اعتراف کرده می شود و ما همچون دانشجویان کالج طبی شهر خاروق در این روز این مخصوصا یعنی که سهم خودمان را می گذاریم. چون این کارهای آبادانی و سازندگی تازه نمودن گرد و اطراف شهر منبع نیست برای آباد زیبا نمودن شهر خاروق با جلب هرچه بیشتری کارمندان کسب و کار گوناگون و مسکونان مرکز ولایت و شریکان همکار صورت خواهد گرفت.